خف. این صحنه رو حتما کاتش میکنم. اون یکی بعد پیگیره منه. خوشی تو دیدم. میترسم یهو نه این کاره بعد و نه حتی انجام اینم تو اصلا از این حرکات زشت نزن. آرپیجی میخواد رو من لاک کنه ما چپ بابا ببین یو علی تو شکم هم داره لاک بزن ای وای دارم گیر میفتم. آخ نامید شدی. حالا بمی آره تو هم منو بزنی تو هم بمی آها باریکلا. ضد هوایی بود اون یه تانک بود چی بود نفربر بود چی بود اون نفربر لا رفت نمیشتن میشه. وای بریم بالا ولی برم یکمون رو دارم میگیرم اون کثافت هم تو بی یک وای سلام ترتیبتون وای 36 تا کیل با اون هلیکوپتر کثافت گرفتم ولی تو هلیکوپتر حتما گرفتی. حالا این نوبت منه که یارات ازت بگیرم. همین یکی بی یک بود. یکی اینم مرد که بله بلند بی یک نم ای کاشون دیویستی که منو کشتون رو پیدا میکردم هلیکوپتر نازنین هم اصلا گرفت. ببین دار رو ببین هیچکی نباید در تو بیا اینجا دار نرو. خب دیگه کیه داره اینجور تیر میزنه اینو بگی کیو من میزنم سرش هم نمیتونی بگی اینم از تو. بیا بیرون همه تون میره بیرون. رو کوهن مردم پایینی چهار پیچی زد به اون میخواد گم شید بابا گم شید وقتی کسی تازه گوهنان بوده. شما دوتا به چی نگاه میکنی؟ ببین تو خیلی آرپیجی میزنی یا بیا یکی دیگه هم داره همین کار میکنه. نایس بیا نزنیم بابا برو کنار دیگه بازارمونو کساد کردی. کسی اینجا نمیخواد حمله کنه ایتون رو داری میگیری. اوف وایسا تو موندی اوخی ببین من هیچ اعتقادی به بازی حرفه‌ای ندارم فقط میکشم هر جوری که بشه. می‌خواستم چیزی که بزنم من بزنیم چرا مجرور رو تیر نمی‌کنه؟ آن شیشه داده گوله لیه شیشه داده. به بازار باشه بیاین دیگه حمله کنید دیگه. اوه از پشت بد می‌خوره از پشت واقعا ولی خیلی حالی 18 نفر
نشین سوار نشو با هم بشین با هم بشین دودزا میخوای من نجات بده یکی اوه باریکلا اینو دیدی زدم کوشش یکی منو بد زد هیچی این حالا شروع کرده زیر گرفتن و آقا تانک مانکی چیزی ما نداریم چه صحبت زد رید توش خیلی حروم لقمه یعنی من ببینم این کی بود وایسا زدی دیگه اوکی ببین من میام تو جیمم میزنم که سرشم نتونی بخوری اینم تو دیگه میخوای منو بزنی بزن تو چی تو هم میخوای منو بزنی بزن دیگه تو هم منو بزن دیگه پشتم تانکه ولی بازم دهنتون سرویس شد اصافت آخه نمیریزن تو بچه ها مجبورم من از این حرکت خرکی بزنم نمیرن تو یکی اصلا پشت این نشسته تو بگو چه گویی داری میخوری از اونجا ببینم اسنایپر گو بخواب بابا تو هم بخواب یکی بود یه برده یه باخت نتیجه امروز امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه و همتون رو به خدا میسپارم خداحافظ